سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه کنار شماییم. امروز اومدیم با یه آهنگ از شون امسی. شون امسی خیلی وقته که گوش ندادیم، یکی از آهنگاشو آوردیم. بریم با همین ویدیو رو ببینیم. بله، شون امسی یه خواننده‌ای که واقعا یه سری جاها سخته بفهمم چه میگه، که اصلا نمیفهمم چون یه خورده از زبان روسی استفاده میکنه. بچه خوبیه شون امسی، بس خوبه دیگه. اوه چه دیسلاو باید باشه. اعصابش خورده ها. فکر کنم اینایی که گوش کنی میخوای خودکشی کنی. دی آفرین. فری بویز ریکاردز. اگر موهای زرد تیلو رنگ بگرده، اگر ده هر قدم 100 بچه در جنگ بگرده. اوه چه بد داره میاد با اگر و اما و اینا داره شروع میکنه. فکر کنم آخرش بخواد یه تهدیدی بکنه. بعد اینکه اینو تازه داده انگار، تازه که نه ولی امسال بوده. اگر هر نفسم قطید بوی بانگ بگرده، دنیا ده یک زن بمونی دیگه در کارم نیستی. اوه دیگه در کارم نیستی. همه این اگرها رو گفت دیگه در کارم نیست. اگر به حسن جمال مانندی هور بگردی، اگر به نظم نلا، اگر در حسن جمال مانند هور بگردی. هوری منظورش هوریه بهشتی. ای رهی دور بگردی، اگر پشیمان دبری رو به اشک شور بگردی. اگر پشیمان بری رو به اشک شور بگردی یعنی چی؟ یعنی که بشینی اشک شوره دیگه. دقیقا کردی اشیوره. چقدر خوب نوشته، آفرین. نکلینی بستی اگر دیگه در کارم نیستی، اگر بگن در دنیا یک زن مونده تو باشی، اگر که او کنی میگه اگر در دنیا یه زن باشه تو با اونم تو باشی. دیلی پیر ما بیوشید، اگر هر جای شهرم بود ای خودت تراشی، آدمی فرشته گردی دیگه در کارم نیستی. دیگه در چه سوزناکه اون. آره اون که بک‌گراندشه. اگر که در تابستان شمالی نرم گردی، اگر که در زمستان آتشی گرم گردی. میگه هرچی هم باشی، بهترین چیزم باشی، درست کننده هر چیزی هم باشی، فایده نداره، به کارش نمیاد. اگر که در بهار برینی هم فایده نداره. گلی چمن گردی، اگر که ای سر با کیره گردی در کارم نیستی. مامو پوکافیده ادیرم درازای بوکت، مامو کم بغل بچه و تزبی بانکت. میگه من همونم که بچه به بغل داشتم. تدمزه با پلاته سمکای گوچی و کابلوک. اوه اینجا زد تو فاز اونوری. اصلا با چهره زیبا موی زرد چشمای کبود، چون فرشته چهره داری چون شیطان عمل عقل جنتی. میگه چون فرشته چهره داری تو شیطان. وقتی هوریه هدای شیطان در میاره. آره خیلی سخته، این زنان سخته فهمیدنشون به خدا. ifli begno durunda burdi qatl ochagun va kodo chara nadida tarki dunyo kan na ochav na otashon barashon nakhurdan gham. یه کسی که انگار از دنیا واسه این یه دیگه جالب. ala aql jan ifli begno durunda burdi qatl ochagun va kodo. چند طفل بیگناه بردی داره راجبه کیه؟ chara nadida tarki dunyo kan. میگه بچه اوچاب ناوتشون براشون نخوردن غم. و آیفون سفید جای فتح سفید نمیگیره با کد. میگم الان این دیسلاوه یا بچه رو راجع به کشتن بچه و اینا صحبت میکنه. این مثل پیشرفت اینقدر بچه است. دکوی ابورد کده اوچه نمیگن. موهای زرد و گلادکا لبامات فی پامادا با کوچک زری بوی دوخید رسه هم. اینجا رو کلا نمیفهمم واقعا. نیاد ایراد بگیرید که چرا نمیفهمی. خب دیگه یه زبان دیگه است دیگه، این اصلا سخته واقعا. بابا ما همینجوری یه سری جا تو ایران هست صحبت میکنن فارسی نمیفهمیم. ناتوری رنگی تو نیست یا باشه گنده کمای بطای جا بمونی باری مای کم بغل در. میدونی آهنگش خیلی سوز داره. خیلی اون پشت داره یه سازی میزنه که یه خورده به ساز بیشتر تو آهنگای ترکی اینو شنیدم. روزت سر شوا با لاتینو تمام شوا با سوشی، یه بار بیرون بروی با بد دروی دا تگی دوشی، مواری تگی افتاد دا سوختن نشه. تنگ دوشی چه جالب. سیا ما کجا رفته تانم غریبی رسیا با چی فایده. آخه میگه من کجا میتونم برم؟
چه فایده؟ بدن دباری مای بدلاگا با چی فایده؟ خب اینجا دوباره گفت بدلی اصلا خوش به حالتون که میفهمید. ولی خب یکی کامنت کرده بود که بعضی موقع ما خودمونم نمیفهمیم چی میگه. نikohi مای بتغدا ما فونی تو ده هیچی ما بیچی مدلیشنس نم اوه ما ملیچ مدلیچ یه دقیقه Россия با چی فایده بدن دباری مای بدلاگا با چی فایده بدن nikohi مای بتغدا ما فونی تو ده هیچی ما بیچی مدلیشنس ما فونی تو ده هیچی ما بلیچی چه واژه آرایی قفلی کرد. آفرین. به اون زبان بخوای نگاه کنی واژه آرایی جالبی بود. نمیرسد تا هیچی ای مای بیچ لیچ نتو بخش رو گدلیو اوه چه خوب بیچ لیچ اینو باید مثلا فصلش میگه بیچ لیچ داما پارالیچ مکنی نکی دستو پشوزی باسون تو لیچ مکنی تو لیچ میکنی یعنی چی؟ تو لیچ میکنی تو یه لیچ این لیچ یه چیزی هست که این خیلی داره میگه بغالی کم بغالی گفتی بدن زپادلای حوزی راحت نمیتا بغال شکو دکوهایی پا بعد میدونی یه بند داره میکوه یه بند گرفتش انگار گوشه دیوار کافی دایا دیریم و زن کودک داره نکی ایگلی بوکت تو ده حیات چی داری؟ تو در حیات چی داری؟ حیات میتونه حیات یعنی زندگی. حالا ما کلمه حیات رو ریدیم توش. حیات یعنی اینجا دم در خونه پشت خونه داخل خونه رو میگن حیات. زندگی حیات یعنی زندگی. میگه تو در حیات چی داری نمیگه تو حیاتتون چی داری. رونکای بیستا میگه چی؟ حیا؟ فکر کنم راحت نمیتا بغال شکو دکوهایی پا کافی دایا دیریم و زن کودک داره نکی ایگلی بوکت تو در حیات چی داری؟ تو در حیات چی داری؟ میگه تو فلان کار کردی خب نمیدونم چی کار که توش بچه هم داره. میگه تو این کارو کردی پس تو حیا نداری. این شاید مثلا اینو با هم ازدواج کردن بچه دار شدن و دختر این کارو کرده. سخته یه چیزی که نمیفهمیم. ای بیستا دار متکای کیستا دار نمیموندی ایستا بار نداشتی چیستا کار حوزی با جایی پا مدلوادم ببینم نداشتی چیست در کار؟ هیچی نداشتی. شاید یه چیزی دیگه هیچی در کار نداشتی. جینگا کانی укладкай мухот ки мебинам сари جینجا کانی بوی شانل بوی алкоголь کدستی ناوک میدونی اینجاش خوشم میاد میگه دلو و یهو دوباره میگه دیک آرزوی بخت حیاتی حلال کدستی زمان چیز داشتی که در کار بدی مرد او چه عاشقی مرد نه با عاشق بدی سیم زرد ناوک بابا خیلی سخت داره میگه به خدا. سیم زرد رو فقط توش فهمیدم. تو هم آقا دستت اوف میشه. ببخشید دستم کمارا خواستی بود پشیمون شدستی شکر زندگی حلالم دیگه در کارم نستی. دوباره این همه رو گفت آخر شد دیگه در کارم نیستی. خیلی بعدش اومده ازت. حواست باشه اصلا کلا دیگه بی خیال شو. کمارا خواستی بود پشیمون شدستی شکر زندگی حلالم دیگه در کارم نیستی. آره خیلی قیافه‌های جالبی دارن تاجیک‌ها. آره امروز اتفاقا توی مینی چت با یه تاجیک صحبت کردم. به خدا با بچه‌ها میریم تو مینی چت و بچه‌ها صحبت میکنیم. اکثرا هم افغانستانی‌ها مشکل زیادن. همشونو دوتاشون فوش دادن. ولی خب یه بار به یکی زنگ زده بودی بعد 3 ساعت به هم فوش دادید آخرش اصلا معذرت خواهی کردید. بس دیگه این فوش دادی فوشای بد میدادی. یه دو تا احسان معذرت خواهی کردن. چرا واقعا فوش؟ آخه نمیدونم چرا اینجوریه. بازش میاد لاتی بار میکنن همه. مثلا امروز 2 تا بچه بودن یهو داشتیم صحبت میکردیم یهو در اومد پسره گفت فلان گفت بعد یهو قطع هم کرد. خب خواهی داری وایسا خیلی جالب بود واقعا. شون امسی تاثیرگذار میخونه. آره خواننده تاثیرگذاریه به نظر من. به نظرم جالب بود با اینکه خیلی جاهاشو نفهمیدیم. درسته؟ اما اون اولش بیشتر تمرکز داشت رو فارسی. مهمترین بخشش همون اولش بود به نظر من که میگفت با مثل غزل طوری بود. آخرش با یک جمله تمام. غزل مثلا اینجوریه که تو یه بیت اول
میاد مثلا پشت سر هم با قافیه مشخص میاد، مثلا در کارم نیستی، در کارم نیستی، در کارم نیستی. مثلا اگه دقت کنی مثل غزل بود تقریبا. حالا به نظر من خیلی خوب بود، جالب بود. بهترم میتونه بخونه، مثلا میتونه خیلی میکس و مسترش رو خفن‌تر انجام بده و یه ریتم جالبتری بیاره. مثلا الان فقط روی خط داشت میرفت، این میتونه مثلا برای شنونده یه فاز تکراری بده و اذیت کنه در کل، ولی امتیاز خوبی داره به نظر من. ولی خب که میتونه تاثیرگذار باشه. خب حالا با این چیزایی که گفتی از 10 بهش چقدر میدی؟ 6 من بهش میدم. منم هم به مضمونش کار ندارم، البته آره دیگه با هم 6 میدم به نظر. منم. تو هم 6 میدی؟ خب امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید و یادتون نره که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو بزنید، برای دوستاتون هم بفرستید که قراره کلی ویدیو با هم ببینیم. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.